این پیاز متوسطمون بود زردش، این پیاز ریزمون هست مال قرمز رنگ و حتی یه پیاز درشتر هم گذاشتیم که بتونیم اونم تست بکنیم. ما الان اینو فرو میکنیم توی این تست رو میزنیم. 80 میلی گرم باید نرمش باشه، زیر 30 هستش و این کاملا مشخص میکنه که چیزه. حالا یه نکته جالبتر خدمتتون بگم، ما اینو الان این تستو با یه پیاز بسیار درشت سایز، یعنی تقریبا اندازه کف دست منه نسبت به اون دوتا پیازی که دیگه اینجا هستن نگاه بفرمایید، کاملا مشخصه. میخوام اینو اصلا درصد نیترات اصلا محصول ارگانیک آیا تغییری هم داره تو ریز و درشت بودنش؟ دوباره میریم آنیون رو میزنیم کالیبره و فرو میکنیم و کالیبره رو میزنیم که بتونه انجام بده. دقیقا اینم زیر 30 هستش، نگاه کنید سایزو شما ملاحظه فرمایید زیر 30 هستش و مقدار فوق العاده کمی داره نشون میده از میزان نیترات و این یه معجزه برای محصولات غده‌ای هستش توی کشاورزی رضوانی و من پیشنهاد میکنم حتما برای سرمایه‌گذاری برای سلامتی خودتون و خانواده‌تون حتما محصولات ارگانیک کشاورزی رضوانی استفاده بفرمایید.